دوری منو برو بریم. سلام به همه، من یونس هستم، تولید کننده محتوا و عکاس. چند سالی هست که در این زمینه دارم فعالیت میکنم. در حال حاضر دارم داخل ترکیه در شهر ازمیر زندگی میکنم و امروز اومدم که یکم راجع به تجربیات شخصی خودم و روند کار داخل شهر ازمیر راجبش یکم صحبت کنم. اینکه چطور وارد بازار کار اینجا شدم و همینطور با چه چالش هایی روبرو بودم. شهری مثل ازمیر که شهری خیلی پویا پرتکاپوه و واقعا کار کردن داخلش هم سخته هم جذاب. بریم که یکم راجعش صحبت کنیم. اگر دوست داشتید این ویدیو رو تا آخر ببینید و برای دوستانتون بفرستید. بریم. اول از همه وقتی که من اومدم به ازمیر، اولین سوالی که توی ذهن من بود و شب و روز منو گرفته بود مثل الان این بود که من چجوری میتونم اینجا پروژه بگیرم و کار کنم، چجوری میتونم که خودم رو به بقیه بشناسونم، با بقیه ارتباط بگیرم و با یه سریا همکاری داشته باشم. و این 100% نیاز داره به یه شناخت خیلی عمیق از فرهنگ اون حالا شهر یا کشور که شما بتونید خودتون رو با اون جامعه یا حالا محیط وفق بدین و بتونین پا به پای اون رو بیاین جلو. یکی از اولین چالش هایی که من داشتم اینجا این بود که ارتباط بگیرم با صاحب کسب و کارا، اینکه اونا بتونن به من اعتماد کنن و حالا یه قسمتی از کارشون به من بسپارن. و خب 100% کسب کردن این اعتماده خیلی سخته، چون حالا نه تنها بعد بازارتو بسازی بلکه بعد اثبات کنی که حالا بین اونها تو میتونی باشی و این بحث حالا خارجی بودن تأثیری روی کار نذاره. و من به شخصه شروع کردم به ملاقات حضوری، زنگ زدن، پیام دادن. اولش اینطوری بود که مثلا یه سری کسب و کارا رو لیست میکردم و زنگ میزدم با کلی شوق و ذوق. زنگ میزدم گفتم الو سلام خوبید، ما همچین جوری هستیم، آژانسیم فلان فیلان. ولی خب هیچ کدومشون ممکن بود اصلا قبول نکنین. از 10 نفر 9 نفر میگفتن نه ممنون و اون یه نفرم که میگفت آره میرفتیم حضوری صحبت میکردیم، حالا به هر دلایلی کنسل میشد. و از این اتفاق نباید ناامید شد، چون که هر کاری رو که شما بخواین استارت بزنید، هر کارآفرینی که بخواد یه کاری رو شروع کنه 100% همون اول نتیجهشو نمیبینه و شما باید هی ادامه بدید، ناامید نشید، جای دیگه رو پیدا کنید. حتی شده یه سری پروژه ها رو با قیمت پایین تر از حدی که شما معمولا کار میکردید بزنید، صرفا فقط برای اینکه شناخته بشید. پس این اولین چالشی بود که من باهاش روبرو شدم. یکی دیگه از چالش ها حالا توی بحث فریلنس، یعنی شما اگه بخواین از مدل یا حالا به قول معروف داخل یه محیطی نباشه و بخوایم بیرون عکاسی یا فیلم برداری کنین، اینه که شما به لوکیشن هایی که داخل اون شهر هست واقف باشین. حالا بحث نورپردازیش که جداست کاملا، ولی اینکه شما خودتون باید بگردین کل شهر رو به قول معروف یه کفش راحت و بپوشین و بزنین بیرون و فقط راه برین که کدوم کوچه، کدوم جای ساحل، کدوم قسمتی از شهر میتونه برای کدوم پروژه بهتر باشه. یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم بحث تجهیزات داخل ترکیه است که واقعا سرسام آوره و اصلا صرفه اقتصادی نداره که شما بخواید از اینجا بخرید اگر که ایران هستید، چون که تجهیزاتی که شما اینجا میخرید دقیقاً نزدیک 40-50% قیمتش گرونتر از ایرانه، به خاطر حالا مالیات و کلا تجهیزات الکترونیکی گرونتره اینجا، حتی از گوشی بگیرین تا ایرپاد و سایر. من خودم به شخصه وقتی که استارت کارم بود اول با یه حالا گوشی شروع کردم و یه دونه اسمو 4 SE داشتم که گیمبال حالا موبایل بود و با اون فیلم برداری و عکاسی میکردم. و خب اینکه همین بیایم شروع کنیم با گوشی و اعتماد به نفسمون رو حفظ کنیم، بگیم که اوکی من تولید محتوا میخوایم، من براتون با یک کیفیت خوب انجام میدم، حالا چه میخواد با گوشی باشه چه با دوربین. این خیلی مهمه. و من اولین پروژه‌ای که حالا اینجا زدم دقیقا میگم نزدیک 20 یعنی 20 اول فقط با گوشی بود. با گوشی هم موقع ریلز میساختم و خب خیلی هم سریعتر انجام میدادیم دیگه، چون که حالا با گوشی هم موقع ویدیو رو میگیرین، ادیت میزنین و بعدم براشون میفرستین.
و آره اولین پروژه من یادم نمیره اینکه 5 تا ریلز براشون میزدم داخل یک شب و همش هم داخل کلاب بود. تا 5 صبح هم داخل اون کلاب بودم که فقط تحویلشون بدم. آره خیلی چالش برانگیز بود برای من، چون که اصلا همچین تجربه‌ای نداشتم. در کل زندگی و کار داخل ازمیر برای من همیشه جذاب بوده، یعنی با اینکه چالش برانگیز بوده اما شما خیلی راحت انگار دارین تفریح میکنین و کار میکنین، اصلا حس اون سختگیری نیست و حس اون استرسی که حالا من به شخص توی ایران داشتم داخل اینجا نیست و خیلی با ذهن بازتر میتونید کار کنید، چرا که به یک سری حالا محدودیت ها وابسته نیستید. داخل ایران خودتون میدونید شما باید اگر یک ریلز بخواین بسازین باید حجاب حالا مسئلهش جداست و سایر سانسورهایی که باید بکنید، اما اینجا دستتون خیلی بازه، خلاقیتتون رو میتونید خیلی بیشتر گسترش بدین و با دید بازتری کارتون رو انجام بدید و من به شخصه با این پوینت مثبتش خیلی حال کردم و خیلی جا میتونه کمکم کنه. و در آخر بگم که من نزدیک 3 ساله که یا 4 ساله که داخل ازمیرم و تو این 4 سال میتونم بگم که 6 ماه اولش واقعا جز سختی چیزی نبود. حالا برای اینکه شروع کار، راجبه کار میگم، راجبه شروع کار جز سختی چیزی نبود و نباید ناامید بشید. یعنی حالا نهایتا تا 1 سالم که شده شما هیچ پروژه‌ای هم که نگیرید، ولی در تکاپوی این باشید که خودتون رو حالا آپدیت کنید، گسترش بدین اطلاعاتتون رو و باز با بازار در تماس باشید، ول نکنید بگید نمیشه، فایده نداره، چون یک جا یک نفر پیدا میشه ممکنه که از همون جا جرقه بخوره و یه کار استارت بخوره و بره جلو، که برای من قطعا همینطوری. این بود خلاصه از تجربیات من به عنوان تولید کننده محتوا در ازمیر. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و مفید باشه براتون. اگر شما هم سوالی دارید یا میخواید بیشتر در مورد مسیر من بدونید حتما توی کامنت ها برام بنویسید و خوشحال میشم که تجربیات خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. فراموش نکنید که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی هم منتظر من باشید. سلطان دوربینای مداربسته. بای.